باهوشتر، سریعتر، بهتر. راز موفقیت در کار و زندگی. نویسنده چارلز دیوهیگ. کتاب باهوشتر، سریعتر، بهتر که در سال 2016 توسط چارلز دیوهیگ نوشته شده، روایتگر داستان‌های شخصی و تحقیقات و تجارب کاری نویسنده است تا به ما نشون بده که مدیریت زندگی تنها شامل فهرست کردن کارهای شخصی نیست، بلکه به معنی انتخاب درست و نیز ایجاد و حفظ یک مدل فکری مناسبه. خلاصه کتابی که مطالعه می‌کنید حاوی راهکارهایی درباره چگونگی حفظ انگیزه، ثبات و استمرار و همچنین فعالیت مؤثر در گروه‌های کاری برای به حداکثر رسوندن خلاقیت و بهره‌وری و در نهایت دستیابی به موفقیت. مطالعه این کتاب برای افرادی توصیه میشه که از اون دست رهبرانی هستند که به دنبال ایجاد انگیزه در تیم‌های کاری هستند. کارآفرینانی که میخوان به سازمان یا کارکنان خودشون انرژی مضاعفی برای تلاش و فعالیت تزریق کنن و هر آن کسی که هدفی جدی و بلند مدت در زندگی خودش داره. درباره نویسنده چارلز دیوهیگ روزنامه‌نگار فعال در نیویورک تایمز و نیز برنده جایزه پولیتزر. پولیتزر جایزه‌ای در حوزه روزنامه‌نگاری، ادبیات و موسیقی بوده و معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در آمریکاست که همه ساله از سال 1917 با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران و موسیقیدانان تاثیرگذار و برتر اهدا میشه. اولین کتاب دیوهیگ به نام قدرت عادت بیش از 60 هفته در صدر پرفروشترین کتاب‌ها قرار داشت. به اهداف خودتون پایبند باشید تا موفق بشید. همه ما افرادی رو میشناسیم که بدون توجه به هر اتفاق و رویدادی به برنامه‌های خودشون متعهدن. اونها با وجود بیماری، بروز موانع و یا هر مسئله دیگه باز هم تلاش میکنن تا در زمانی که برای خودشون تعیین کردن به اهداف خودشون دست پیدا کنن. اما شاید اغلب ما اینطور نباشیم. شاید ایده های فوق‌العاده‌ای داشته باشیم اما هرگز زمان لازم برای پیاده سازی اونها رو پیدا نمی کنیم. یا اگر هدف خاصی رو دنبال می کنیم بارها و بارها به راحتی از مسیر خودمون دور میشیم و به بیراهه میریم. خبر خوب اینه که همه ما میتونیم بیاموزیم که حتی اگر اتفاقات پیرامونمون مدام حواس ما رو به خودش متوجه میکنن چگونه باز به برنامه هامون پایبند بمونیم. مباحث مطرح شده در این خلاصه کتاب روش‌های مفید و آسونی رو به شما ارائه میده که به کمک اونها میتونید در مسیر تحقق رویاهاتون ثابت قدم بمونید و عالی‌ترین اهداف خودتون رو با هوشمندی بیشتر، سریعتر و بهتر تحقق ببخشید. در این میکرولرن به پرسش‌های زیر پاسخ داده میشه. چگونه میتونیم وقتی تا به حال حتی 1 کیلومتر هم ندویدیم دونده 2 ماراتون بشیم؟ چرا 2 محقق مشهور جهانی 17 میلیون مقاله رو برای درک مفهوم خلاقیت مطالعه کردن؟ چطور قصه گویی میتونه در رسیدن به اهدافتون به شما کمک کنه؟ با مرور اهداف بلند مدت و بازخوانی دلایل انتخاب اون اهداف، انگیزه خودتون رو در مسیر موفقیت حفظ کنید. آیا تا به حال این اتفاق رو تجربه کردید که برای شروع یک پروژه جدید بسیار هیجان زده باشید اما اشتیاقتون با گذشت زمان کمرنگ شده باشه؟ این اتفاق چالش رایجیه برای همه ما. باید در قدم اول نکاتی رو مرور کنیم که به ما در حفظ روحیه و انگیزه در مسیر موفقیت کمک میکنه. یکی از راه‌های حفظ علاقه‌مندی نسبت به یک کار اینه که گزینه‌هایی رو انتخاب کنید که به نفع گروه یا پروژه شما باشه. محققان کلمبیا دریافتند که افراد وقتی کنترل بیشتری بر یک موقعیت دارن، انگیزه بیشتری هم احساس میکنن. اصولاً وقتی افراد میخوان چیزی رو انتخاب کنن، هیجان زده میشن. بنابراین احساس کنترل و مسئولیت پذیری میتونه به شما کمک کنه تا از شکست و انحراف از مسیر اصلی پروژه
فاصله بگیرید. در حقیقت ماوریسیو دلگادو، عصب روانشناس دانشگاه کلمبیا، در پژوهش‌های خودش به این نتیجه رسید که هرگاه فرد با فرصتی برای انتخاب مواجه میشه، یکی از مراکز انگیزشی مهم در مغز اون روشن میشه. حتی اگر این تصمیم به سادگی انتخاب یک گزینه در یک بازی ویدیویی باشه، باز هم این فعالیت مغزی رخ میده. بنابراین شما هم میتونید از این پدیده در جهت منافع خودتون استفاده کنید. اگر در انجام وظیفه‌ای با مشکل مواجه شدید، به خودتون فرصتی برای تصمیم گیری بدید. حتی انتخاب‌های پیش پا افتاده هم میتونن به مغز شما کمک کنن تا مجدداً انگیزه فعالیت پیدا کنه. به عنوان مثال اگر 40 پیام الکترونیکی دارید که باید اونها رو بخونید، در قدم اول فقط 4 مورد از اونها رو برای مطالعه انتخاب کنید و بقیه رو بعداً بخونید. البته در معرض انتخاب بودن همیشه برای تقویت انگیزه کافی نیست، بلکه باید با هر انتخاب به خودتون یادآوری کنید که چگونه این تصمیمات کوچیک به بهبود روند پروژه و یا تحقق اهداف کلیتون کمک میکنه. اقدام دیگری که میتونید برای ایجاد و حفظ انگیزه در طول مسیر اهداف انجام بدید اینه که همواره تصویر کلی که از اون دستاورد داشتید رو به خودتون یادآوری کنید. حتی اگر کاری به تنهایی به شما احساس مفید و مؤثر بودن نمیده، اما وقتی درک میکنید و به خاطر میارید که همین کار چه نقش مهمی در موفقیت شما و رسیدن به اون تصویر زیبای آینده ایفا میکنه، احساس اشتیاق خواهید کرد. مثلا فرض کنید که میخواید یک پهپاد بسازید. ابتدا مقاله‌ای در مورد نحوه ساخت پهپاد رو مطالعه میکنید. اما این کار به طرز وحشتناکی خشک، بیروح و بیفایده به نظر میرسه. پس ذوق و اشتیاق شما رفته رفته کم و کمتر میشه. در نتیجه ترجیح میدید تا دست از کار بکشید و کار دیگری رو انجام بدید تا خوابتون نبره. در این شرایط چه میکنید؟ چگونه میتونید خودتون رو در مسیر اصلی نگه دارید و بر هدف نهایی خودتون تمرکز کنید؟ در این مواقع میتونید از این ترفند ساده استفاده کنید. در بالای اون مقاله با حروف بزرگ بنویسید: خواندن این مطلب به من کمک میکنه تا پهپاد خودم رو بسازم. این جمله به ظاهر عادی به طور خلاصه هدفتون رو به شما یادآوری میکنه. وقتی این کار رو انجام بدید، خوندن مقاله‌ای که شما رو یک قدم به هدفتون نزدیک میکنه دیگه براتون خسته کننده به نظر نمیرسه. یک هدف بلند پروازانه تعیین کنید و سپس اون رو به قسمت‌های کوچکتر و سهل الوصول‌تر تقسیم کنید. حالا که قدرت انتخاب و نقش اون در پایبندی به اهداف رو توضیح دادیم، نکته دیگه درباره ایده پردازی رو شرح خواهیم داد. نباید از رویا پردازی بترسید، زیرا تحقیقات نشون داده که افراد وقتی به اهداف بزرگتر و بالاتر میپردازن، خلاقیت بیشتری از خودشون نشون میدن. بنابراین اهداف بلند پروازانه‌ای برای خودتون تصویر کنید. یک مطالعه در سال 1997 نشون داد که شرکت موتورولا بعد از اینکه اهداف بزرگ و گسترده‌ای رو برای آموزش مدیریت به کارکنان خودش تعیین کرد، تونست به اهداف شگفت انگیزی برسه. مهندسان این شرکت تونستن محصولات جدید رو در 1/10 زمانی که قبلا صرف ساخت محصولات نوین می‌کردند خلق کنند. چون با رویای بزرگی که در سازمان شکل گرفته بود، خلاقیت اونها بیشتر شده و سرعت عمل اونها بالاتر رفته بود. میتونید از همین فلسفه برای اهداف شخصیتون هم استفاده کنید. مثلا اگر اضافه وزن دارید، میتونید کاهش 30 کیلوگرم وزن رو به عنوان هدف نهایی خودتون انتخاب کنید. حتی اگر با تلاش‌های خودتون به این هدف نرسید، باز هم نتایج چشمگیری به دست میارید. البته وقتی هدف خیلی دور از دسترس باشه، ممکنه باعث سرکوبی روانی شما بشه. بنابراین بزرگی هدف خودتون رو هوشمندانه انتخاب کنید. سپس این رویاهای بزرگ رو به بخش‌های قابل کنترل و دستیافتنی تقسیم کنید. این هدفهای کوچیک باید مشخص، قابل سنجش و اندازه‌گیری، دستیافتنی، واقع گرایانه و در زمان مشخصی قابل انجام باشه.
مثلا فرض کنید هدف غایی شما شرکت در یک مسابقه ماراتونه. ابتدا شما باید این هدف رو به گام‌های کوچکتر و مشخصتری تقسیم کنید. مثلا اینکه بتونید 10 کیلومتر بدون توقف بدوید. سپس نحوه سنجش و اندازه‌گیری این هدف‌ها رو مشخص کنید. مثلا بگید من 6 بار دور پیست دوندگی محلی خودم خواهم دوید. در مرحله بعد از خودتون بپرسید آیا هدفتون دستیافتنیه؟ اگر دویدن رو با بدنسازی هفتگی ترکیب کنید هدفتون دستیافتنی تر خواهد شد. به یاد داشته باشید که باید واقع بین نیز باشید. باید به خودتون یادآوری کنید که هر چند تحقق این هدف دشوار و زمان بره، اما من میتونم این کار رو انجام بدم. در نهایت مشخص کنید که چه مدت زمان برای رسیدن به هدفتون لازمه. مثلا از 2 کیلومتر دویدن در هفته اول شروع کنید و هر هفته 1 کیلومتر به اون اضافه کنید. سرانجام ممکنه بعد از 20 هفته به نتیجه برسید. یکی از مزیت‌های مهم ریسک کردن اهداف اینه که هر بار که به یک نتیجه کوچیک دست پیدا می‌کنید و از مرحله‌ای عبور می‌کنید، انگیزه و اراده شما برای ادامه راه بیشتر میشه. همچنین اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنید و با هر پیشرفت در کارتون برای ادامه راه هیجان زده تر میشید. با پیشبینی بیراهه‌ها و شرایطی که تمرکزتون رو مختل میکنه، قدرتمندتر از قبل به سمت اهدافتون گام بردارید. همه ما میدونیم که زندگی غیر قابل پیش بینیه و حتی اگر اهداف والا و هوشمندانه‌ای برای خودمون انتخاب کنیم، باز هم ممکنه رویدادی غیر منتظره رخ بده و توجه ما رو به خودش جلب کنه. پس با وجود این بیراهه‌های متعدد و این حواس پرتی‌های متنوع، چطور باید تمرکز خودمون رو در مسیر موفقیت حفظ کنیم؟ یک راه خوب و مطمئن ایجاد یک مدل ذهنی مناسب این شرایطه. مدل‌های ذهنی شما رو برای انجام پروژه‌ها یا گفتگوهای آینده آماده می‌کنن و در صورت وقوع یک اتفاق پیش‌بینی نشده به شما کمک می‌کنن که در مسیر بمونید. فرض کنید که هفته‌ای پر استرس و پر مشغله پیش رو دارید. با ایجاد یک تصویر و نقشه ذهنی دقیق از نحوه پیروز شدن و موفقیت در هر یک از چالش‌های پیش رو میتونید از پس هر رخدادی بر بیایید. مثلا تصور کنید یک روزنامه‌نگار هستید و مجبورید برای یک مجله گردشگری درباره 3 دوربین عکاسی برتر مقاله‌ای بنویسید. در ابتدا ممکنه فهرستی از 10 دوربین عالی رو تهیه کنید تا بعداً اون فهرست رو محدودتر کنید. سپس هنگامی که 5 دوربین برتر رو از فهرست اولیه انتخاب کردید، تصور کنید که در حال آزمایش و کار با اونها هستید. کارکردهای مختلف اون دوربین ها رو مرور کنید و در نهایت 3 دوربین برتر رو برگزینید و نتایج آزمایش های خودتون رو بنویسید. اکنون شما کل مقاله مورد نظر خودتون رو از ابتدا تا انتها در ذهن خودتون تصور کردید. بنابراین میتونید اون رو فوراً روی کاغذ بیارید. به طور کلی وقتی میدونید که میخواید هفته خودتون رو چگونه سپری کنید، شروع به کار در جهت تحقق اون برنامه خواهید نمود. اما مسلماً بهترین برنامه ها نیز با حواس پرتی هایی مواجه میشن. بنابراین بهتر فکر کنید که چگونه با این موارد برخورد خواهید کرد. به عنوان مثال ممکنه در هفته‌ای که پیش رو دارید همسرتون بدون برنامه‌ریزی قبلی شما رو برای نهار به رستوران دعوت کنه. به این فکر کنید که چگونه میتونید اون زمان رو به گونه‌ای بگذرونید که برنامه روزانه شما رو مختل نکنه. مثلا شاید بتونید به یک رستوران در نزدیکی محل کار خودتون برید. به این ترتیب نهار مشترک شما به جای 2 ساعت تنها 45 دقیقه طول خواهد کشید و از برنامه‌های دیگری که برای اون روز داشتید هم باز نمیمونید. اطمینان حاصل کنید که تک تک افراد گروه شما احساس امنیت و ارزشمندی می‌کنند و به این ترتیب عملکرد گروه رو همواره افزایش بدید. برای اینکه یک گروه به موفقیت برسه چه راهکاری وجود داره؟ آیا برای افزایش عملکرد یک گروه باید از بهترین افراد استفاده کرد؟ لزوما اینطور نیست.
گوگل در پروژه ارسطو 2 سال از زمان خودش رو صرف تحقیق در این باره کرد که چه ویژگی هایی باعث میشه تا یک گروه رشد کنه. نتایج این پروژه نشون داد که حتی تیمی متشکل از افرادی با قابلیت‌های متفاوت نیز اگر از پویایی کافی برخوردار باشن میتونن کارهای بزرگی انجام بدن و به نتایجی فراتر از انتظار دست پیدا کنن. اما پویایی درست و کافی به چه معناست؟ مهمترین عامل در پویایی گروه اینه که اعضای اون از لحاظ روانی احساس امنیت داشته باشن. تک تک افراد گروه باید بدونن که اگر اشتباهی مرتکب بشن و یا ایده‌ای عجیب مطرح کنن مورد تمسخر یا شماتت قرار نمیگیرن. پروژه ارسطو به این نتیجه رسید که تیم‌های امن عملکرد بهتری از سایر گروه‌ها دارن. محصولات خلاقانه تری رو توسعه میدن و یا اهداف فروش رو بهتر محقق میکنن. ایمنی روانی عملکرد افراد رو افزایش میده، زیرا به اعضای گروه اجازه میده تا اشتباهات خودشون رو بپذیرن. این به این معناست که هر مشکلی رو میتونید به سرعت حل کنید. از طرف دیگه اعضای چنین تیمی در مورد به اشتراک گذاشتن ایده‌های غیر متعارف خودشون راحت تر هستن و این راحتی باعث میشه گروه خلاق‌تر باشه. نکته دیگه اینه که تیم‌های امن فقط در محیطی رشد میکنن که با اعضای گروه محترمانه برخورد بشه و به اونها اهمیت و بها داده بشه. پروژه ارسطو دریافت که امن‌ترین تیم‌ها از افرادی همدل و همراه تشکیل شدن. البته این نتیجه تعجب آور نیست، چرا که وقتی به مردم اهمیت میدیم اونها هم راحت‌تر به شما اعتماد میکنن. همچنین وقتی اعضای گروه برای مشارکت و همراهی در به ثمر رسوندن یک پروژه تشویق میشن، اونگاه احساس امنیت بیشتری دارن. این قبیل تشویق‌ها به اعضای گروه نشون میده که اونها بخش مهمی از گروه هستن و نظراتشون ارزشمنده. به طور کلی این وظیفه رهبرانه که امنیت روانی گروه رو فراهم و اون رو تقویت کنن. بنابراین اگر شما هم مسئولیت رهبری یک گروه رو به عهده دارین، باید اطمینان حاصل کنید که همه اعضای گروه شما حداقل یک بار در هر جلسه صحبت کرده باشند و شما صحبت‌های هر یک از اونها رو شنیده و درک کرده باشید. اگر متوجه شدید که یکی از اعضای گروه آشفته است، اون شخص رو تشویق کنید تا نظرات مخالف خودش رو با کل گروه به اشتراک بذاره و مطمئن بشید که سایر اعضا هم متعهدانه و با محبت و دغدغه‌مندی با وی برخورد میکنن. همچنین باید هر گونه تعارض درون گروهی رو در محیطی باز و صمیمانه حل کنید و هرگز صحبت اعضای گروه رو قطع نکنید. اطمینان حاصل کنید که تک تک افراد احساس ارزشمندی و احترام می‌کنند. اگر فرهنگ تعهد رو در سازمان خودتون پرورش بدید، احتمال موفقیت شرکت شما افزایش پیدا می‌کنه. در دوران رونق در سیلیکون ولی در دهه 1990 بسیاری از مدیر عاملان این گونه تصور می‌کردند که بخش منابع انسانی و توجه و تمرکز در خصوص فرهنگ شرکت برای دنیای استارتاپ‌ها بی‌ارزشه و تنها توسعه ایده‌ها و محصولات پیشگامانه است که در موفقیت سازمان اثر گذاره. آیا این تصویر درست بود؟ قطعاً خیر. یک مطالعه جامع نشون داده که فرهنگ عاملی حیاتی برای موفقیت سازمانه و فرهنگ تعهد موفق ترین نوع فرهنگیه که میتونید در یک شرکت پرورش بدید. در فرهنگ تعهد مدیریت بر ایجاد اعتماد و دلبستگی به شرکت متمرکزه. شرکت‌های دارای فرهنگ تعهد بر اعتماد، مراقبت و ارتباط عاطفی میان سازمان و کارکنان خودشون متکی هستند. هدف چنین شرکت‌هایی لزوماً استخدام باهوش‌ترین و موفق‌ترین افراد نیست. در عوض این شرکت‌ها به دنبال افرادی هستند که دیدگاهی مطابق با تصویر کلی گروه و شرکت داشته باشند. در سال 1994 جیمز بارون و مایکل هانان اساتید دانشکده کسب و کار استنفورد مطالعه‌ای رو روی 200 شرکت استارتاپی حوزه فناوری در سیلیکون ولی آغاز کردند تا در مورد رابطه بین فرهنگ و سود شرکت بیشتر بدونن.
اونها دریافتند که از بین 5 سبک فرهنگی مختلف در شرکت‌هایی که شناسایی کرده بودند، شرکت‌های دارای فرهنگ تعهد همواره موفق‌ترین سازمان‌ها بودند. هیچ یک از شرکت‌های دارای فرهنگ تعهد ورشکست نشده بودند و این شرکت‌ها سریع‌ترین شرکت‌هایی بودند که مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و به شهرت رسیده بودند. همچنین بالاترین نسبت سودآوری رو در میان همه شرکت‌های این مطالعه داشتند. مزیت دیگری نیز برای حمایت از فرهنگ تعهد وجود داره و اون اینه که چنین فرهنگی به شرکت اجازه میده تا مدیران میانی کمتری استخدام کنه. شرکت‌های دارای فرهنگ تعهد متخصصان با انگیزه و با کیفیتی رو استخدام میکنه که معمولاً در مدیریت خودشون مهارت دارن. یعنی نیاز به استخدام مدیران میانی برای کنترل این متخصصان وجود نداره، زیرا این افراد میتونن فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خودشون رو مدیریت کنن. وقتی متخصصان بتونن به طور مستقیم به مسائل و مشکلاتشون رسیدگی کنن، شرکت شما هم موفق‌تر خواهد بود. به عنوان مثال یک مدیر اجرایی سطح میانی ممکنه ندونه کدوم سرور رو باید انتخاب کنه، اما یک متخصص فناوری اطلاعات میتونه به سرعت گزینه مناسب رو پیشنهاد بده. برای ایده های قدیمی کاربرد جدیدی پیدا کنید و اجازه بدید تا خلاقیت شما نوآوری رو هدایت کنه. نوآوری همیشه این نیست که کاری رو از ابتدا شروع کنید. همونطور که برای ساخت یک خودروی جدید نیازی نیست که چرخ رو دوباره اختراع کنید. بنابراین به جای تلاش برای ایجاد چیزی کاملا جدید، سعی کنید از ایده های قدیمی به شیوه های جدید استفاده کنید. اقتصاد رفتاری مثال خوبی از این شیوه است. پیشگامان اقتصاد رفتاری با ترکیب مدل‌های روانشناختی و اقتصادی سعی کردند بفهمند چرا اغلب انسان‌ها در ظاهر برخلاف علایق و منافع خودشون تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال، مردم اگر یک معامله رو برای عموم ناعادلانه تلقی کنند، اون رو رد می‌کنند. این برخلاف ایده رفتار منطقیه، زیرا اقتصاددانان سنتی معتقدند که مردم صرفاً در راستای منافع خودشون تصمیم میگیرند. بنابراین اقتصاددانان رفتاری با یافتن کاربردهای جدید برای مفاهیم قدیمی تونستن بینش پیشگامانه‌ای کسب کنند. برایان اوزی و بن جونز، استادان کسب و کار در دانشگاه نورث وسترن، در سال 2011 طیف وسیعی از مقالات آکادمیک در حوزه خلاقیت و نوآوری رو تجزیه و تحلیل کردند. اونها با استفاده از یک الگوریتم 17 میلیون مقاله رو ارزیابی کرده و دریافتند که حتی در خلاقانه ترین مقالات هم 90% محتواها قبلا در جای دیگری منتشر شده بود. مقالات نوآورانه به این دلیل که مفاهیم موجود رو از زوایای جدید مورد بررسی قرار میدادند، خلاقانه و نوآورانه تلقی میشدند، نه به این دلیل که مسائل جدیدی رو مطرح میکردند یا طرح‌های جدیدی رو توسعه میدادند. راهکار دیگری که برای تقویت خلاقیت وجود داره اینه که با احساسات و هیجانات خودتون هماهنگ بشید. اجازه بدید تا در کارهای خلاقانه احساسات و شهودتون شما رو راهنمایی کنه. در این موارد شهودتون به شما نشون میده که آیا با چیز بزرگی سر و کار دارید یا فقط در حال اجرای سرسری یک کار هستید. ادوین کاتمول، رئیس انیمیشن سازی دیزنی، از این استراتژی برای نویسندگان خودش استفاده میکنه. به عنوان مثال، هنگامی که تیمش روی فیلم فروزن کار میکرد، اون از اونها خواست تا روابط عاطفی خودش رو با خواهر و برادرهای خودش بررسی کنن. انجام این کار به نویسندگان اجازه داد تا رابطه بین شخصیت‌های آنا و السا رو به شکل صحیح و واقعی به تصویر بکشن. این کار یکی از دلایل بزرگ موفقیت گسترده این فیلم بود. سخن پایانی. پیام اصلی این کتاب اینه که برای باهوشتر عمل کردن، سریعتر اقدام کردن و بهتر نتیجه گرفتن باید در زندگیمون انتخاب‌های درست و شایسته و همراستا با بلند پروازانه ترین اهدافمون داشته باشیم. یعنی رویاهایی والا و بزرگ تعیین کنیم و سپس اونها رو به اهدافی کوچکتر و قابل دستیابی تقسیم کنیم. همچنین باید بر عواملی که باعث انحراف ما از مسیرمون میشه غلبه کنیم.
انتخاب درست تنها برای خود ما نتیجه بخش نیست، بلکه گروه و سازمان ما رو نیز به دستاوردهایی فراتر از حد انتظار میرسونه. یک تمرین کاربردی: پیشنهاد میکنم با گفتگو یا نوشتن درباره یک مفهوم جدید تلاش کنید تا اون رو از جوانب مختلف بشناسید. وقتی با یک مطلب جالب توجه مواجه میشید، با دوستانتون در این باره صحبت کنید و یا یادداشتی درباره اون موضوع بنویسید. چون هنگامی که ذهن ما با موضوعی نو درگیر میشه، مغز ما برای درک اون ارتباط عصبی جدیدی میسازه و در نتیجه ایده ها رو عمیق‌تر پردازش و تجزیه و تحلیل میکنه. بنابراین هرچه ارتباطات عصبی بیشتری در مغزتون ایجاد بشه، بهتر میتونید یک ایده رو درک و اون رو به خاطر بسپارید.